انتظاری میکشم انتظاری آیا عشقی سرکشم کی میایی کجا شدنی دوستان دیر کردن خیلی دیر رویدو چه روید گفتن شاید همین زمان رسیده بیایم اون این مسئله شم حال خوب این حال خوب اینجا خب باز چی ما اینا تیار پیاز پامیدور تیار میوه تیار گوشت تیار همه چیز آماده فقط دوستان رسیده آمدنشون منتظریم همه دیسه یک باره هزم هم آماده کرده مانیم یک باره дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбатии лаззати табиатро ки дар яке аз мавзеъҳои сабз ва зебову диққатҷалбкунандаи ҷамоати деҳоти қиблаии ноҳияи рӯдакӣ сабт карда шуд манзуратон менамоем. дар барнома ҳунармандон омӯзгорони риштаи мусиқӣ саидҷалол юсупов, рустам ҳабибов ва ҳамчунин ошпаз зиёдулло бобоев иштирок доранд. марҳамат тамошо кунед ва лаззати табиатро эҳсос намоед. бояд бигӯям ки мавсими сайру саёҳат дар табиати дилфиреби ватан оғоз гардид. тавсия медиҳем ки шумо ҳам бо даст додани фурсат ба чунин мавзеъҳои дилфиреб сафар намуда таъбатонро хуш ва хотиратонро болида созед. тайёр ҳама чӣ омода тоҷикистон тӯй дорад дӯстонро интизор марҳамат қариб расидем салом марҳамат бифармоед сайҷалолҷон беғарзи санъаткоритон бо ин масъала ба шумо дӯстам баъд як ҷавон чил ҳунар кам гуфтан фаҳмидед лекин марҳамат гузаред канӣ биё зиёдулло биёед ана дӯсти азизи мо ошпази варзидаи мо зиёдуллоҷон мана то омадани шумо манамо ҳама чи охирон гӯшта реза карда тайёр карда мана мева тайёр хоб пиёз помидор ана картошка ҳама чи тайёр мана дӯсти азиз ин тараф нигеред дегча тайёр дегчаи сернок тайёр хоб ҳезум тайёр ҳама чи омода тайёр мана тағиронӣ мана гугир аку дӯсти азиз аку ҳама ин чиза қабул кунеду мувоқати ана рустам як навозиша ягон охи дар ин табиати оламзеб як чорта дилхушӣ кунем охи марҳамат ина зиёдҷон ҳама чи аз они шумо мо қати рустам ин тараф шумо бинем хоб рустамҷон марҳамат гузаред хайрият ки асбоба бо ҳам овардед агар намешуд кор безеб мешуд дӯстам кане як مگو افسانه مجنون چو من در انجمن باشم مگو افسانه مجنون چو من در انجمن باشم کزو باره چرا گوید کسی جای کی من باشم کزو باره چرا گوید
کسی جای کی من باشم کسی افسو نهی دردی مرا جز من نمیداند کسی افسو نهی دردی مرا جز من نمیداند از آن دویی منی دیو نبا سخن باشم از اون دویی منی دیو نبا خودر سخن باشم هلالی چون میپرسد مرا یاره و غم خوره هلالی چون میپرسد مرا یاره و غم خوره منی مسکین غریبم گر چی دایم در وطن باشم منی مسکین غریبم گر چی دایم در وطن باشم مگو افسو نی مجنون چو من در انجمن باشم کزو باره چرا گوید کسی جای کی من باشم کزو باره چرا گوید کسی جای کی من باشم رستم یک چوی ریزم شما در چه چوی معقول چوی سیاه یا که چوی کبود کاغذ بینید این هر نمودش کدام نموده کبودش هم نه سیاهش هم نه این چوی کبود بوده است رستم جان چوی کبود معقول معقول باشد کنی یک قوطه گریخ رحمت انا جونا جان انا اگر چوی سیاه میخوردگی باشد هم اینجا چوی سیاه هم هست استاد سرودی نقص ایجاد کردن شما خوندید این یک سرود که بهتری سلامت باشید رحمت هلالی بزرگ نوشته است اینا تخمینا یک چند سال شدنش حتی به خاطر است که ما آهنگ بندی کردیم در خزینه طلایی رادیو همین سرود محفوظ است دوستی عزیز بله انا بود سرود یک بود که شادروان تاج‌الدین محی‌الدین رو میخوان در کوه بتان نیست کسی زارتر از من در پیش عزیزان جهان خوارتر از من بود انا نگفته نماند رستم دوستی از همین موضوعی که هر دومون نشستیم کنه زیاد خوراک تیار کرده ایساز همین اینجا انا صنعتکارای ورزیده جمهوری تاجیکستانمون اینجا اومده در اینجا اشتراک کرده انا با مثال استاد حافظ خلقی تاجیکستان استاد بهادر نعمت و رئیس اتفاق کمپوزیتور تاجیکستان پروفسور امیربگ موسویف دوستی شادروان حافظ صنعتکار ناتکرارمان بابای اسماعیل نظریف اینجا با اشتراک کردگین انا شادروان قربان علی
عبدالله عبدالله همین جبه شتا ما همین خیلی همین روزا بریم استراحت کردگی هستیم. عجب روزی خوب کردن رستم. آفرین آفرین آفرین. وقتی ما خندید رستم سحر چه خیلی بارونی بود انا حاضر من چه خیلی آفتابی ها بسیار بهترین من زیق شدم راست شگون شما دلتون صاف دوستی عزیز انا من گفتم اکنون شاید این نشستی ما برگزار نگردد زیاد جان انا که ببینید با تقدیر ما و شما چه خیلی هوای خوب کردین امروز ما نشسته در این طبیعت به ناتکرار وطن بهشت آسمان شتا استراحت میکنیم ای با چونین بودو ها دوستم آفرین زمانه ما خداوند تنج کنه همین خیل تاجیکستان گلگل شکوفان باشد ما وطن داریم اون را پاسبانی میکنیم ما با خرسندی و شادی شادمانی میکنیم شاید کمتر خطا کرده باشم این وطن بینیده همتا ندارد زیاد لا والله بای چی شد دیگ سرناک چی شد دیگ سرناک آج زیر من گوش نمیپرد خط تیار شود شما یا تکتان گیرید تو باید رازه یک موسیقی ها یک نخون کنیم یک نخون آفرین دست درد نبینه رستم دوستی عزیز مادام رحمت استادم رحمتی با هم باشیم و منم خیلی زیاد جان خراک پزد و ما ناخون کنیم و خرسنده کنیم سرودخوانی کنیم برای همه استاد جورابک نظر اکادمیکی بزرگ بودن آدم بزرگترین بودن استاد میگفت که دنیا غنیمت است از من خبر بگیر یک لحظه قیمت است از من خبر بگیر آفرین آفرین یک لحن عجیب داشتن شادروان استاد اینا را عنوان خلق داد برای که در دل خلق جاوید بدن اینا وابسته همین خلق بدن که خلق اینا را اپایی که نگینه تختخان ابراهیم و استاد گفتگی بوره شادروان اپای نگینه رعوف دو بار دههای ما آمدگی هستند در یکی از معرکه ها ما اونجا کمتر در خدمت اهل هنر بودیم که سرودی مرا سر کردن در رفتم و باز نگاه به سویت میکنم بله بله سر دوام قصه را گوش کن بعد ای فرح و شادی به رقص برآمدم رقص برآمد بعد پیش اپا رفتم و اپا جان گفتم سری من به آسمان رسید گفت چی شد پسرم چی سبب شد گفتم سرودی بنده یعنی من بنده را سرودش اجرا کردم که میکروفون انو خیلی به طرف من هوا داد مقصد اگر سرودی
تو که باشد کنی دوام که دوام. یک تا انا ربایاتش با خودم ایلوه کردم. اپا جان دیگر چنان خرسان شدن یه افتخار بود برای شخص منی. آن وقت این سرود زمانوک بود. سرود معمول شدگی بود، مردم دل مردم راه یافتگی بود. برای همین صنعتکارا چندین صنعتکارا اجرا کردن. اینا دوستی عزیز ما لطفالله دولت او را اجرا کردن. عالم خیر. برای همین استاد همین سرود اکو یک زمزمه بکنیم با بیاد میاریم. انا اگر در خاطره ها باشد. گفتم در بالا ماندم. هر استاد استاد باید اکو حتما باشد تکرار میکنیم. اکنون این کم ترک اینا تکمیل دادگی مطربی چیردست و به همتا صاحب خیران ناظم اینا تنظیم کردگی است. شکلی که با زبان یازر ارنجیروف کم میگن. اگه با این یک اسباب قدر شاید انا صدای خوب نتیاد اگر خیلی یک میسنجیم. بله. نگاه بسوید میکنم نگاه بسوید میکنم بوسه بروید میکنم بوسه بروید میکنم رخسار خود مثل صد برگ تر رخسار خود مثل صد برگ تر گرفت بوید میکنم گرفت باید میکنم بیا کی در لبی دریا نشینم جوان است مراد دل ببینم جوان است مراد دل ببینم اون زمان جوان بودم که آخر جوان است جوانی نو رسیده گلی امید خود را ما بچینیم گلی امید خود را ما بچینیم نگاه بسوید میکنم نگاه بسوید میکنم شانه بموید میکنم شانه بموید میکنم رخسار خود مثل صد برگ تر رخسار خود مثل صد برگ تر گرفت بوید میکنم گرفت بوید میکنم گذارم با لبی دروازه افتاد نگاهم با گلی نو تازه افتاد نگاهم با گلی نو تازه افتاد هنوز دستم به دستش نرسیده در این شهری کلان آواز افتاد در این شهری کلان آواز افتاد نگاه بسوید میکنم نگاه بسوید میکنم بموید میکنم شانه بموید میکنم رخسار خود مثل صد برگ تر رخسار خود مثل صد برگ تر گرفت بوید میکنم گرفت بوید میکنم گرفت بوید میکنم بابای زیاد رو بوسکو که زیادلا بابای هیچی نزدیک آمدی؟
قریب که یک نیم ساعت. تسترش میگیرم. های میشد ده روید و شه روید یکم جو سراسیما نکوخیم نه ما شاوخورا اومدگی شاوخورا به حضور بلیم یا قیصه گفتن در کار یا یکم سرگذشت یا یکم سرود یا با ما در بالا موندگی ختمی رستم رستم بله استاد اکو وای نکنیتون خدا نکنیتون خب یک قصه همین جوان بودیم انا توی دعوت کردن نوحیه دنغره خیلی بر وقت ما را دعوت کردن در این بند چی قدر وقتا گذشت همه وقت ساعت شما ما خیستیم اکنون همه جمع آمد وقت ماشینای خیلی رفت بودن کو بسیار چیز جوه چندین جوه بود بسیار شدیم خیستیم راه کشیدیم میریم توی خونه یگون دووده و شیشتو خیز و پروپر نیست هم حافظه را دن حیرون شدن بچه ما همجا همین سراغا قطعی ما همجا تکلیف شده که آکا میبخشید توی پگاه شما بارات اومدی چیلای توبیستون انا که چی باید کرد اگر توی یک گذارونه اگه چی میدود که نه که نه همتا خالی بود گشته آمدن در کاره درست مسئله شد بیا شو میسته توی دور همه خیلی دستا سینی پشت اکا بچه ها اگر معقول باشه شو بیسته پگه توی گذارونه حق و حقوقتون گرفته بعد میرن شو ایستاده خیره شده توی گذارندیم با پگه با همون چیلای تویستون با خانه اومدیم اوه من در عجب و عجب من در عجب است یاره ازیادلو او صدا برا راخی جونی آنه ها تو مجبور نکنه از سنگ صدا میبراد از تو نی دوستم یک چوی ریزم چخیله بله رحمت گشتم از گردی سرش اون شمم پروانه آفرین انا کانتر زیادلو جونی ما در جنبش در اومدی نصیب باشد خونگی جرغاتی خونگی آفرین تلفنی بزرگی نداخت یعنی این نه خونگی انا از جهت اکولوژی تازه ترین آفرین دوستم خیلی میشینیم هم خیلی خپوخی خیلی اگون تا اگون استاد خونت حضوری مقدمت در زندگی برهانی من مرده بودم زنده‌ام کردی بیای جانی من مرده بودم زنده‌ام کردی بیای جانی من بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید داشت با خود نسخه از حسرتی میشگانی من داشت با خود نسخه از حسرتی میشگانی من داشت با خود نسخه از حسرتی میشگانی من هر کجا میخورد و آوا زیب گوشی نازکش هر کجا میخورد و آوا زیب گوشی نازکش با تپی سر میکشید آنجا دلی نالانی من با تپی سر میکشیده آنجا دلی نالانی من
باری داشتم در گوشه ویرانه یوسفیستان کرد و فضلش یوسفیستان کرد فضلش کلبه زانی من یوسفیستان کرد فضلش کلبه زانی من دسیتی شرمندم به دل سوزی دل و دسیتی شرمندم جز دیگر شو ید از من و سامانی من به دل سوزی دل و دسیتی شرمندم جزو دیگر شاید جزو دیگر شاید از من و سامان من جزو دیگر شاید از من و سامان من قصه عجایب دیگه نسبت همین راننده ها به یادم زد. این از تاریخی از سرگذشت خودمون یک توی رفتیم رستم خطی بعد همه چنان سرگرمی هم جوانی ده اوه جوانی همه چنان سرگرمی بزم چنان همه سرودخانه و بزم و رقص و نشاط یک آدم می بیاید همه یک سرود تکرار به تکرار طلب میکند می رود همه با طلب خیلی و خود 10 بار خونیم 15 بار خونیم ما در چهره آدم اهمیت نداشتم هوشم با خودمون را سرگرم سر خدا بعد تویدار گفتم تویدار فراد کنید تویدار فراد کردم گفتم دوستی عزیز این مهموناتون گیرید آخی بیزار کرد آخی و یک سرود یک بار میخوانی خیلی 22 بار من 15 بار خونده سیم با هنوزم اومده با طلب کرده با رفته است بعد تویدار رفت تو گشت آمد که دوستی عزیز میبخشی این مهمان منه این همون راننده خدا تو که این خیلی حالت دارم دیده اثر گذارنده بله زلدو خوراک تیار تکنی نباشد نان برارید ایو فرین های خبر دارم مرحمت ها بله آنا این گپی دیگر دوستم آفرین دست که درد نبینه زیادلو عجب بوی خوشی دارد عطرگل عجب بویش کنی مرحمت بسم الله آفرین بینندگان گرامی شما هم با تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی لذت طبیعت را احساس نمایید.